ببین اگه چیزی اذیتت میکنه مطرح کن، چون اگه تو رابطه عاطفی بگی من حسود نیستم به نظرم تعطیلی، چون رابطه عاطفی اقتضاش اینه که آدم یکم حسادت داره. خب پس این آدم حساس نباشه کلا رو کیه هم حساسم؟ تریپ قدرتمندم فکر نکنید قدرت تو رابطه عاطفی اینه که تکان نمیخوره دلم. نه، رابطه عاطفی خوب توش ما وابستگی سالم داریم. میگم آقا از وابستگی ناسالم نیفتیم تو استقلال بیش از حد، وابستگی سالم رو تامین کنیم. تو وابستگی سالم حسادت هست کم، نمیخواد اینو پنهان کنی، نمیخواد نقاب یادم بذاری که انگار نه انگار کشتی به سری بود مطرح میکنی. ولی من احساس میکنم یه چیز لاویت چسبکی مثلا روابط اجتماعی ما اگر ناامنی برای روابط دو نفره ما ایجاد بکنه جای بحثه. اگه دوستی اجتماعی فقط اسمش اجتماعی توش رازگشایی و رازگویی هست و این حرفا، نه، احتمالاً یا ما فرهنگی رو به هم دیگه نمیخوره یا اون آدم پرینسیپل و اصول به قول قدیم پرنسیپ نداره تو رابطش که هر کسی میتونه بیادش به نقش خیلی خوب بوده بگیره و پس نقش من چیه؟ من چغندرم توی رابطه.